سلام بچه ها، خوبین؟ چطورین؟ خب من امروز اومدم بالاخره تونستم تبلت رو شارژ کنم. مشکل از سیمش بود، یعنی این سیمه خیلی لاجون بود. من نمیدونم یه عده تو از تولید کنندگان پیش خودشون چی فکر میکنن، چه برکتی در تولید کالای زپرتی وجود داره وقتی که قراره یک چیز حتی یک بار مصرف هم نباشه. چی قراره به زندگیت بیاد با یک بار یا چند بار یا حتی میلیون ها فروش از یک جنس آشغال که برات عاقبت به خیری نداره؟ ولی دیگه داریم در همچین دنیای زندگی میکنیم. یه زمانی بود میگفتن پول خوب بدی جنس خوب تحویل میگیری، الان میری توی مغازه میگی که قیمتش برام مهم نیست، بهترین جنسی که داری رو بده. یه چیزی بذاریم بهتون نشون بدم. من چند سال پیش یه دونه از اینا، از این ماسکا رابطا که اسمش هم نمیدونم دقیقاً چیه، خریدم برای یکی از دستگاهم، فکر کنم برای سشوارم خریدم. بعد از دیجیکالا خریدم و این الان چند ساله، 7-8 ساله داره کار میکنه. بعد از اون دیگه هرچی از این گرفتم و حتی گفتم بهترینشو بدین، 2 تا که گرفتم اصلا مغازه‌داری گفتش که این بهترینشه، گفتم بهترینه، دونه 30 تومنه. خودش میفهمه که مثلا موهام دیگه از کنترل خارج شده، آدم خودش میفهمه که مثلا جنس 30 تومنی بهترین چیز توی بازار نیست، ولی دیگه همونو داشتن. گرفتم و آوردم خونه و ترکید، اصلا جرقه زد و من اون یکیش هم کار نکرد. و من دیگه اینقدر خسته بودم با اینکه مغازه تو همه خیابون خودمون بود، اصلا احساس کردم در دنیا احساس کردم شکست من شکست انسانیته. الان شبیه ترانه‌های داریوش شد. احساس کردم دیگه حتی توان اینو ندارم که برم یقه این آدمو بگیرم بگم این چیه دادی. گفتم به خاطر 60,000 تومان دوباره 4 طبقه رو برم پایین بدون آسانسور، ولش کن، اصلا نفسمو حروم نکنم برای همچین موضوعی و همچین آدمی. نه کاسب وجدان داره، نه تولید کننده وجدان داره. خلاصه که بد وضعیه. حالا دوباره باید برم همون دیجیکالا رو باز بجورم، حداقل دیجیکالا رو میشه رفت یه فوشی رو دیوارش نوشت. لکه چقدرم این کارم. خب من زیادی ظاهرم سرخوشه ولی اصلا سرخوش نیستم، یعنی هیچی درست در نمیاد، هیچی. کارا درست در نمیاد، آدم ها سر قولشون نمیمونن، دلار واسه موی من، نافرمانی موی من، آرایش عجیب غریب، هیچی خوب نشده. ولی فدای سرتون، بریم دیگه. یه جایی سفیدم یه جایی برنز، اصلا معلوم نیست چی شده. از اون روزایی که هیچی نمیشینه سر جاش. خب بریم ببینیم آقای پیرزاده که بود و چه کرد و وقتی برای شام میومد چی شد. میخوایم بریم سراغ یکی دیگه از داستانهای جنپا لاهیری، وقتی آقای پیرزاده برای شام میامد. به طور اتفاقی داره به ترتیب میشه، من نمیخواستم به ترتیب بخونم ولی داستان آقای پیرزاده رو من دوست دارم. بعد از دقیقا همون موضوع موقت هست از کتاب مترجم دردها، ترجمه آقای حقیقت. خب در پاییز 1971 مردی به خانه ما می آمد که همیشه در جیبش شکلات و آب نبات داشت و در دلش امید به این که بفهمد زن و بچهش زنده‌اند یا مرده. عزیزم، اسمش آقای پیرزاده بود و اهل داکا که حالا پایتخت بنگلادش است ولی آن موقع جزء پاکستان بود. آن سال پاکستان درگیر جنگ‌های داخلی بود و بخش شرقی که داکا هم جزش بود برای استقلال از حکومت بخش غربی می‌جنگید. در ماه مارس نیروهای پاکستان به داکا از زمین و هوا حمله کرده بودند و شهر به آتش و خون کشیده شده بود. معلم‌ها را به خیابان کشاندند و با گلوله کارشان را ساختند. زنها را به سربازخانه کشاندند و به آنها تجاوز کردند. نه چون نمیخواستم داستان تلخ بخونم ولی معذرت میخوام. گفته میشد تا آخر تابستان 300,000 نفر در این شهر کشته شدند. آقای پیرزاده در داکا صاحب کرسی استادی گیاهشناسی و یک خانه 3 طبقه بود. همسری داشت که 20 سال با او زندگی کرده بود و 7 دختر 6 تا 16 ساله داشت که اسم تک تکشان با آ شروع می شد. می گفت نظر مادرشان بوده.
یک روز همانطور که عکس سیاه و سفید خانواده‌اش را از توی کیف پولش در می آورد گفت راستی چجوری باید آنها را از هم تشخیص بدهم؟ امیره، آمنه، عایشه، عزیزه، میبینید چه سخت است؟ توی عکس دخترها در تفریحگاهی خارج از شهر با موهای روبان بسته چهارزانو کنار هم نشسته بودند و توی برگ‌های موز کاری تخم مرغ می‌خوردند. هفته ای نبود که آقای پیرزاده چندین و چند نامه به همسرش ننویسد و برای دخترهایش کتاب قصه های مصور نفرستد. اما وضعیت پست داکا هم مثل باقی چیزهایش نابسامان شده بود و او بیشتر از 6 ماه میشد که کوچکترین خبری از آنها نداشت. خودش هم در این گیرودار در آمریکا به سر می برد، چون دولت پاکستان برای تحقیق درباره گیاهان نیو انگلند به او بورس داده بود. آقای پیرزاده بهار و تابستان را صرف جمع‌آوری اطلاعات در ورمانت و مین کرده بود و پاییز آمده بود دانشگاهی در شمال بوستون، جایی که ما زندگی می‌کردیم، و می‌خواست حاصل تحقیقاتش را کتاب کند. مبلغ بورس به نظر زیاد می‌آمد، ولی به دلار که تبدیل می‌شد پول چندانی دستش را نمی‌گرفت. برای همین در خوابگاه دانشجوهای فوق لیسانس و دکترا اتاق گرفته بود که نه بساط پخت و پزش رو به راه بود نه تلویزیون داشت. این بود که هر شب می آمد خانه ما، هم برای شام و هم تماشای اخبار شامگاهی. اوایل اصلا دلیل این رفت آمدش را نمی دانستم. 10 سالم بیشتر نبود و برایم تعجبی نداشت. پدر و مادرم که هندی بودن و در دانشگاه هم دوست آشنای هندی کم نداشتن، آقای پیرزاده را برای شام به خانه دعوت کنند. دانشگاه محوطه کوچکی داشت با پیاده‌روهای باریک و آجر فرش و ساختمان‌های سفید با ستون‌های سنگی و در حاشیه شهری بود که به نظر می‌آمد از خود دانشگاه کوچکتر است. پدر و مادر گهگاه گلایه و شکایت می‌کردند که چرا سوپرمارکت‌های آنجا روغن خردل ندارند، چرا دکترها مریض‌ها را در خانه نمی‌بینند، یا چرا همسایه بدون دعوت در خانه همسایه را نمی‌زنند. داداش هند نیستا؟ هر ترم جدیدی که شروع می شد آنها انگشتشان را روی فهرست‌های پذیرفته شدگان دانشگاه بالا و پایین می بردن و دنبال اسم‌های آشنای دنیای خودشان می گشتن. دور هر اسمی که شبیه اسم‌های هندی بود دایره می کشیدن. آقای پیرزاده را هم همینطوری پیدا کردن. آن وقت به او تلفن زدند و به خانه دعوتش کردند. از اولین باری که آقای پیرزاده به خانه ما آمد چیزی یادم نیست. فقط یادم میآید تا اواخر سپتامبر آنقدر به حضورش عادت کرده بودم که یک شب وقتی یخ‌های چارگوش را توی پارچ میانداختم از مادر خواستم یک لیوان اضافه به من بدهد، چون هنوز دستم به کابینت نمیرسید. مادر داشت اسفناج و ترپ سرخ میکرد و چون هواکش زوزه میکشید خودش هم مدام غذا را با کاردک هم میزد صدای مرا نمیشنید. برگشتم طرف پدر که تکیه داده بود به یخچال و از توی مشتش بادام هندی فلفلی میخورد. چیزی میخوای لیلیا؟ یک لیوان واسه آقای هندی. پدر نمک بادام زمینی از روی ریش مشکی مرتبش پاک کرد و گفت آقای پیرزاده امشب نمی آید. در ضمن آقای پیرزاده دیگر هندی نیست. از موقع تجزیه کشورمان در 1947. من پرسیدم مگر 1947 سال استقلال هند از بریتانیا نیست؟ و پدر جواب داد چرا هست. ما همین که استقلال پیدا کردیم تکه تکه شدیم. روی پیشخان آشپزخانه با انگوش یه زبدر کشید. گفت مثل 2 قاچ کیک. هندوها اینور، مسلمانها آنور. داکا دیگر مال ما نیست. پدر برایم تعریف کرد که آن روزها هندوها و مسلمانها به جان هم افتادند و خانه‌های هم را به آتش کشیدند. گفت هنوز خیلی از آنها فکرش رو هم نمی‌کنند که بتوانند با هم سر یک میز غذا بخورند. با عقلم جور در نمی آمد. آقای پیرزاده به همان زبان پدر و مادرم حرف می‌زد. به همان شوخی‌ها خندید که آنها هم می‌خندیدند. هر سه‌شان ترشی انبه دوست داشتن و برنج را با دست می‌خوردند. آقای پیرزاده هم مثل پدر مادرم پیش از اینکه وارد اتاق بشود شو را از پا می‌کند، لب به مشروب نمی‌زد. بعد شام راضیانه می‌جوید که غذا راحت‌تر هضم شود و برای دسر توی فنجان‌های پی در پی چای بیسکویت می‌زد. حتی شکل و قیافه‌هایشان هم کم و بیش شبیه هم بود. با این حال پدرم اصرار داشت من تفاوت‌هاشان را بفهمم. مرا برد کنار میز کارش و نقشه جهان را روی دیوار نشانم داد. انگار نگران بود نکند من یک روز از دهانم در برود و به آقای پیرزاده بگویم هندی و به آقای پیرزاده بر بخورد. پدرم گفت آقای پیرزاده بنگالی است، ولی چون مسلمان است شرق پاکستان زندگی می کند، نه هند.
بعد انگشتش رو از روی اقیانوس اطلس و اروپا و مدیترانه و خاورمیانه حرکت داد و رساند به لوزی نارنجی رنگی که یک روز به زنی تشبیه کرده بود که ساری پوشیده و دست چپش را دراز کرده. دایره های دور چند شهر کشیده شده بود و خطهای آنها را به هم وصل میکرد که مسیر سفرهای پدر و مادرم را نشان میداد. زادگاهشان کلکته را هم با یک ستاره نقره‌ای مشخص کرده بودند. من فقط یک بار رفته بودم آنجا و خاطره از آن سفر نداشتم. پدر گفت ببین لیلیا، این یک کشور جداست. رنگش هم فرق می کند. پاکستان نارنجی نبود، زرد بود و دو قسمت جدا از هم داشت که یکی خیلی بزرگتر از دیگری بود. انگار کالیفرنیا و کنتیکت کشوری مستقل از آمریکا تشکیل داده باشند. پدر با نوک انگشت‌ها آهسته روی سرم میزد. از وضع فعلی پاکستان خبر داری که؟ نه؟ از جنگ پاکستان شرقی برای خود مختاری. سرم را تکان دادم ولی چیزی نمیدانستم. برگشتیم به آشپزخانه. مادر برنج آبکش میکرد. پدر باز رفت سر وقت یکی از قوطی‌های بادام هندی روی کابینت. درش رو باز کرد و بنا کرد به خوردن. با دقت من را از بالای عینک ورانداز میکرد. پس توی مدرسه چی یادتان میدهد؟ اصلا تاریخ جغرافیا میخوانید؟ مادر گفت توی مدرسه درسش خیلی زیاد است. ما الان اینجا زندگی میکنیم. لیلیا اینجا به دنیا آمده. میدانستم واقعا به این موضوع افتخار میکند. میدانستم از دید مادر من زندگی امن و راحتی داشتم، با شرایط تحصیلی روبرا، با آینده روشن، با فرصت‌های شغلی خیلی خوب. هیچ وقت ناچار نمی شدم مثل پدر و مادرم غذای جیره بندی بخورم یا از ترس حکومت نظامی خودم را توی خانه حبس کنم، از بالای پشت بام آشوب‌های خیابانی را تماشا کنم یا همسایه‌های فراری را توی منبع آب پناه بدهم. مادرم دنبال حرفش رو گرفت. فکرش رو بکن آنجا پدرمان در می آمد تا بگذاریمش یک مدرسه آبرومند. فکر کن بس که برق میرفت مجبور بود مدام زیر چراغ نفتی درس بخواند. فشارها، معلم‌های سرخانه، امتحانهای پشت هم را یادت بیاید. دست برد لای موهایش که تا سرشانه کوتاه کرده بود. صندوقدار پاره وقت بانک بود. بعد گفت چطور توقع داری از تجزیه و استقلال و اینجور دریوری ها چیزی بداند؟ پدر قوطی بادام هندی رو توی دستش تکان داد و پرسید پس این بچه از دنیا چی میداند؟ چی دارد یاد میگیرد؟ طبیعی بود که ما در مدرسه تاریخ و جغرافیای آمریکا را یاد میگرفتیم. آن سال هم مثل هر سال درسمان با جنگ‌های استقلال آمریکا شروع شده بود. ما را با اتوبوس‌های مدرسه به گردش‌های علمی می‌بردند. صخره پلیموت را نشان ما می‌دادند. توی راه آزادی قدم می‌زدیم. از بنکر هیل بالا می‌رفتیم. با کاغذ رنگی ماکت جورج واشنگتن را وسط آبهای ناآرام رودخانه دلور می ساختیم و عکس‌های شاه جورج را می ساختیم با شلوار کشی سیاه و موهای پاپیون زده. سر امتحان یک نقشه خالی و بدون اسم از 13 ایالت را می گذاشتن جلومان و از ما می خواستن نام، تاریخ استقلال و مرکز هر کدام را بنویسیم. من دیگر چشم بسته هم از پس این کار برمی آمدم. فردای آن روز آقای پیرزاده باز طبق معمول به خانه ما آمد. سر ساعت 6 بعد از ظهر. با وجودی که او و پدر دیگر غریبه نبودند باز هر بار با هم دست میدادند. بفرمایید تو قربان. لیلیا لطفاً پالتوی جناب پیرزاده را بگیر. آقای پیرزاده وارد خانه شد. سر و وضع مرتبی داشت و کراوات ابریشمی زده بود. روزی یک دست کت و شلوار می پوشید. ارغوانی، زیتونی، شکلاتی. مرد جمع و جور و توپری بود و با اینکه همیشه پاها را از هم کمی باز می گذاشت و شکم بزرگی داشت خوش‌هیکل و متناسب به نظر می آمد. انگار با دو دستش 2 چمدان هموزن بلند کرده باشد. موهای جوگندمی روی گوشهاش را گرفته بود. انگار قرار بود جلوی سر و صداها و فشارهای زندگی را بگیرد. موجه‌های پرپشتی داشت با یک حاله کافوری پای چشم‌ها. سیبیلش پرپشت بود که 2 سرش را به بالا تاب داده بود و خالی شبیه یک کشمش له شده درست وسط گونه چپش داشت. سربندی با پشم گوسفند ایرانی به سر می‌گذاشت و آن را با چند سنجاق محکم می‌بست و من هیچ وقت او را بدون آن ندیدم. پدر بارها به آقای پیرزاده تعارف کرده بود که با ماشین برود دنبالش، ولی او میگفت ترجیح میدهد 20 دقیقه راه خوابگاه تا خانه را پیاده بیاید تا درختها و درخچه‌های سر راه را خوب وارسی کند. آن روز هم سوز پاییز انگشت‌هایش را قرمز کرده بود. با کمال معذرت یک پناهنده دیگر لب مرز هند. پدر گفت برآورد شده که عده این پناهنده ها به 9 میلیون رسیده.
آقای پیرزاده پالتوش رو داد دست من. کار من این بود که آویزانش کنم زیر راه پله. پالتوی پشمی پیچازیش آبی و توسی بود. آستر راه داشت و دکمه‌های شیپوری و بوی خفیف لیمو میداد. هیچ مارکی نداشت. فقط به آسترش روی یک تکه پارچه عبارت خیاطی سعید با نخ مشکی براق دوخته شده بود. بعضی روزها هم توی یکی از جیب‌هایش برگ درخت قان یا افرا می‌دیدم. آقای پیرزاده بند کفش‌ها را باز کرد و تکیه‌شان داد به قرنیز چوبی هال. به پشت پاشنه و نوک کفش‌ها چند تکه گل طلایی رنگ چسبیده بود که نتیجه رد شدنش از روی چمن‌های خیس و درهم خانه‌مان بود. از کفش و پالتو که خلاص شد با انگشت‌های کوتاه و ناآرامش آهسته گردنم را گرفت و فشار داد. مثل کسی که بخواهد چرا این کارو کرد؟ چقدر عجیب. مثل کسی که بخواهد سفتی دیوار را قبل از اینکه میخ بکوبد بسنجد. بعد پشت سر پدرم آمد توی اتاق نشیمن. تلویزیون اخبار محلی داشت. همین که نشستن مادر با یک بشقاب کتلت و چاتنی گشنیز از آشپزخانه بیرون آمد. آقای پیرزاده یک دانه کتلت گذاشت دهنش. همانطور که یکی دیگه برمی‌داشت گفت فقط امیدوارم آوارگان داکا را خوب سیر کنند. بعد گفت راستی داشت یادم میرفت و دست برد توی جیبش یک تخم مرغ پلاستیکی پر از شکلات‌های دارچینی به من داد. تعظیم مختصری کرد و گفت برای خانوما. مادر گله کنان گفت ای بابا آقای پیرزاده، شما هم هر شب زحمت میکشید، با این کارها دارید لوسش میکنید. من فقط بچه‌هایی را لوس میکنم که استعداد لوس شدن ندارند. این لحظه برای من لحظه خاصی بود که همیشه با لذت و ترس چشم به راهش بودم. مجذوب وقار و شیک پوشی آقای پیرزاده بودم. از توجه‌های نمایشیش به خودم خوشم می آمد و در عین حال از راحتی بیش از حدش معذب بودم. آره دیگه این چی گردن بچه رو چرا اونجوری کرد؟ جوری که یک آن احساس میکردم توی خانه خودمان غریبه هستم. مراسم هر روزه ما همین بود و قبل از اینکه با هم خودمانی بشویم این لحظه تنها لحظه‌ای بود که آقای پیرزاده با من مستقیم حرف میزد. من صدام در نمی آمد و عکس العملی در قبال آب نبات‌های عسلی، شیرینی‌های تمشکی و پاستیل‌های ترش از خودم نشان نمیدادم. حتی زبانم نمیچرخید تشکر کنم. چون یک بار که بابت چند آب نبات چوبی ازش تشکر کردم گفت من نمیدانم این تشکر دیگر چه صیغه‌ای است. کارمند بانک هر دفعه تشکر می‌کند. صندوقدار فروشگاه مدام تشکر می‌کند. کتابدار کتابخانه با اینکه موعد تحویل کتابم گذشته باز وقتی کتابش رو پس می‌دهم تشکر می‌کند. تلفنچی وقتی بعد یک ساعت شماره گیری باز نمی‌تواند تلفن داکا را برایم بگیرد از من تشکر می‌کند. گمانم اگر توی این مملکت بمیرم وقتی دارم خاکم می‌کنند هم از من تشکر کنند. عقیده داشتم درست نیست که خوراکی‌های آقای پیرزاده را سرسری بخورم. همیشه چشمم به ساعت بود که کی وقت خواب می شود بروم سر وقت خوراکی‌ها. درست مثل کسی که مشتاق تماشای طلا جواهرات یک پادشاه باستانی باشد. خوراکی‌ها رو گذاشته بودم توی یک جعبه کوچک کنده کاری شده از چوب صندل کنار تخت خوابم. تنها یادگار مادر بزرگم که هیچ وقت ندیده بودمش. میگفتن مادر پدرم سالها پیش در هند توی آن جعبه دانه های فوفل زمینی میگذاشته و صبح به صبح بعد حمام میخورده. تا قبل از آشنا شدنمان با آقای پیرزاده چیزی نداشتم بگذارم داخلش. شبها پیش از اینکه مسواک بزنم لباسهای روز بعد مدرسه را حاضر کنم در جعبه را باز میکردم و یکی از هله هوله ها را با لذت میخوردم. آن شب هم مثل شب‌های قبل سر میز غذاخوری شام نخوردیم چون از آنجا تلویزیون دیده نمیشد. دور میز عسلی جلوی کاناپه حلقه زدیم و بشقاب‌ها رو گذاشتیم روی زانو. مادر از آشپزخانه ظرف‌های غذا رو پشت هم میفرستاد توی اتاق. عدسی با پیاز داغ دال، خودشون میگن دال دیگه، لوبیا سبز با نارگیل، ماهی پخته با کشمش و سس ماست. ماهی پخته با کشمش این دقیقاً رسیپی‌های بنگالیه انگار. آره دیگه، کلکته، اهل کلکته باشی یعنی بنگالی هستی. خیلی ماهی مصرف میکنن ما. من هم پشت سرش با 3 لیوان آب، یک ظرف لیموی قاچ کرده و فلفل قرمز آمدم تو. فلفل قرمز ها رو پدر مادرم هر ماه از محله چینی ها میخریدن و نیم کیلو بسته بندی میکردن میگذاشتن توی فریزر و با بیشتر غذاها میآوردن پای سفره. آقای پیرزاده همیشه پیش از غذا کار عجیبی میکرد. یک ساعت جیبی نقره‌ای بدون بند از جیب بغلش در می آورد، می چسبان به گوشش که زیر موهایش
گم بود. بعد با انگشت شست و اشاره با 3 حرکت سریع کوکش میکرد. برایم گفته بود این ساعت را برخلاف ساعت مچیش به وقت داکا تنظیم کرده. 11 ساعت جلوتر. در طول غذا جای ساعت روی دستمال تا شده بود. روی عسلی. گیرم آقای پیرزاده انگار هیچ وقت نگاهش نمیکرد. حالا که میدانستم آقای پیرزاده هندی نیست، بیشتر تو نخش میرفتم و سعی میکردم ببینم چه فرقهایی با ما دارد. پیش خودم گفتم شاید یکیش همین ساعت جیبی باشد. وقتی دیدم آقای پیرزاده دارد کوکش میکند و میگذاردش سر میز، احساس گنگ و مبهمی پیدا کردم. یکان متوجه شدم زندگی اول توی داکا جریان دارد. مجسم کردم دخترهای آقای پیرزاده از خواب بیدار شدن، موها را با روبان بستن، صبحانهشان تمام شده و حالا دارن حاضر میشون برون مدرسه. غذا خوردن و باقی کارهای ما فقط سایه‌ای بود از چیزهایی که آنجا اتفاق میافتاد. شبح عقب افتاده از جایی که آقای پیرزاده با آن تعلق داشت. ساعت 6:30 اخبار سراسری شروع شد. پدر آنتن تلویزیون را تنظیم کرد و صدایش را زیاد کرد. وقت اخبار من معمولا سرم را با کتابی گرم می کردم. آن شب پدر اصرار داشت حواسم را بدهم به اخبار. توی تلویزیون تانک هایی را می دیدم که از وسط خیابان های خاکی رد می شدن. ساختمان هایی را که خراب شده بودند و جنگل هایی را با درخت های ناآشنا که مردم آواره شرق پاکستان به آنجا فرار کرده بودند در پی جای امن پناه برده بودند به آن طرف مرز هند. چند قایق بادبانی روی رودخانه عریضی که آب قهوه‌ای داشت شناور بود. دانشگاه‌ها تعطیل شده بود و سربازها توی آنها سنگر گرفته بودند. دفتر روزنامه‌ها سوخته و با خاک یکسان شده بود. برگشتم به آقای پیرزاده نگاه کردم. تصاویر کوچک شده تلویزیون توی چشمهایش برق میزد. چهرهش بی حرکت و ثابت بود. آرام و خونسرد و در عین حال مراقب و هوشیار. انگار کسی داشت به او نشانی جای نامعلومی را میداد. در فاصله پیام‌های بازرگانی مادر رفت توی آشپزخانه و باز برنج آورد. پدر و آقای پیرزاده از سیاست‌های ژنرال به اسم یحیی خان انتقاد کردند. از توطئه‌ها و خیانت‌هایی حرف می‌زدند که من خبر نداشتم. از جنایت‌ها و فجایعی می‌گفتند که من ازشان سر در نمی‌آوردم. پدر به من گفت می‌بینی بچه‌های همسن و سال تو برای زنده ماندن چه کارهایی باید بکنند؟ و یک تکه ماهی دیگر گذاشت توی بشقابم. اما من اشتهام کور شده بود. نگاهی با آقای پیرزاده میانداختم که با کت سبز زیتونی رنگش کنارم نشسته بود و آهسته وسط برنج رو گود میکرد تا دوباره مقداری عدسی در بشقابش بریزد. در قیافش اثری از فشار عصبی یا دلشوره برای خانوادهش نبود. شاید دلیل اینکه سر و وضعش همیشه آنقدر مرتب بود این بود که میخواست آمادگی و تحمل شنیدن هر خبر ناگواری را که ناغافل به سرش آوار میشد داشته باشد. حتی آمادگی رفتن به مراسم تدفین. چه کار میکرد اگر هر 7 دخترش یهو روی صفحه تلویزیون ظاهر میشدند و از روی تراس خانهشان شاد و خندان برایش دست تکان میدادند و بوسه میفرستادند. حتما چه نفس راحتی میکشید. اما هیچ وقت چنین اتفاقی نیفتاد. آن شب وقتی شکلات‌های دارچینی را می‌گذاشتم توی جعبه کنار تختم، برعکس شب‌های قبلی ذوق نداشتم. سعی کردم به آقای پیرزاده با آن پالتویی که همیشه بوی لیمو میداد فکر نکنم. او مال دنیای سوزان و متلاطمی بود که چند ساعت پیش در اتاق پرنور و گرم و نرممان در صفحه تلویزیون دیده بودم. اما هر چه کردم نشد. مدت زیادی همین موضوعات فکرم را مشغول کرد. از فکر اینکه شاید زن و بچه آقای پیرزاده هم جز همان جماعت سرگردان و پرهیاهویی باشند که اخبار نشان داده بود معده‌ام جمع شد. خب این چه کاریه که این پدر با این بچه 10 ساله میکنه؟ مهاجرت کردی که بچت زندگی بهتری داشته باشه. چه اصراری داری دل بچه رو آشوب کنی؟ اینه ها، میگم مثلا وقتی که آدم انقدر وابسته است به مملکتش و به منطقه زندگیش و مردمش و نمیتونه بی تفاوت باشه که اون سر دنیا داره چه اتفاقی میفته، در گوشه امن خودش راحت باشه، دال و برنجشو بخوره، اصلا چه مهاجرتی، چه کشکی. به دوروبر اتاقم نگاه کردم که حواسم پرت شود. به تختم که پرده زرد و چیندار داشت، به قاب عکس‌های همکلاسی هام روی کاغذ دیواری سفید و بنفش،
به خطهای روی دیوار کنار در که پدر هر سال روز تولدم قدم را با مداد علامت میزد، اما حواسم پرت نشد که نشد. هرچه میگذشت مطمئن‌تر شدم که خانواده آقای پیرزاده مردند. عاقبت یک دانه شکلات شیری از توی جعبه درآوردم، کاغذش رو باز کردم، گذاشتم توی دهنم و صبر کردم تا حد ممکن آب شود. بعد همونطور که آهسته آهسته آن را می‌جویدم دعا کردم خانواده آقای پیرزاده صحیح و سالم باشند. کارم سابقه نداشت. تا اون موقع برای چیزی دعا نکرده بودم. نه کسی یادم داده بود، نه کسی ازم خواسته بود. اما من حس کردم در این موقعیت باید دعا کرد. وقتی هم که رفتم دستشویی مسواک نزدم، چون میترسیدم دعا یک جوری از دهنم بیرون بریزه. بمیرم برات بچه. برای اینکه جلوی پرسجوی احتمالی پدر مادرم را بگیرم، مسواک را آب زدم و جای خمیردندان را هم عوض کردم. آن شب با دهن شیرین خوابم برد. الان فردای اون روزیه که شب با دهن شیرین خوابش برده لیلیا. در مدرسه هیچ کس از جنگی که آن همه داغ و جدی در نشیمن خانه‌مان پیگیری میشد حرفی نمیزد. درسمان همچنان درباره انقلاب آمریکا بود و مالیات بندی علی الرأس و قسمت‌هایی از بیانیه استقلال آمریکا را از بر می کردیم. زنگ تفریح پسرها به تقلید از کت قرمزها و مستعمره نشینها دو دسته می شدن و وحشیانه دور تابها و علاق کلنگها دنبال هم می کردن. معلممان خانم کنیون توی کلاس به نقشه‌ای که مثل پرده سینما از بالای تخت سیاه پایین می آمد اشاره می کرد و مسیر کشتی میفلاور و جای ناقوس آزادی را نشانمان می داد. هر هفته 2 از شاگردان کلاس در مورد یکی از جنبه‌های انقلاب گزارش می‌نوشتند. یک روز هم نوبت من شد. خانم کنیون روی یک تکه کاغذ اسم 3 جلد کتاب را نوشت و داد دستم تا همراه دوستم دورا برویم کتابخانه گزارشی در مورد تسلیم یورک تاون بنویسیم. اسم کتاب‌ها را خیلی زود توی فهرست کارت‌های کتابخانه پیدا کردیم. بعد پشت میز گرد کوتاهی نشستیم به یادداشت برداری، اما من نمیتوانستم حواسم را به کارم بدهم. بلند شدم طرف قفسه‌های چوبی به قسمتی که روش نوشته بود آسیا. از کتاب‌های مربوط به چین و هند و اندونزی و کره رد شدم و عاقبت کتابی پیدا کردم با عنوان سرزمین و مردم پاکستان. روی چارپایه کوتاهی نشستم و بازش کردم. جلد سلفون کتاب توی دستم خشخش می‌کرد. ورق زدم. کلی عکس داشت از رودخانه‌ها، برنزارها و نظامیان پاکستانی. به فصل داکا رسیدم. شروع کردم به خواندن. چند صفحه اول درباره میزان بارندگی و محصولات کنفی داکا بود. داشتم به نمودار جمعیت داکا نگاه می‌کردم که دورا آمد توی راهرو. آمدی اینجا چه کار؟ خانم کنیون توی کتابخانه است. آمده به ما سر بزند. کتاب را با صدای بلند بستم. سر و کله خانم کنیون پیدا شد. عطرش راهروی باریک قفسه ها را برداشت. کتاب را از لبه عطفش بلند کرد. انگار داشت موی را از روی بلوزم برمی داشت. نگاهی به جلد کتاب انداخت، نگاهی به من. گفت لیلیا این کتاب به گزارشت ربط دارد؟ نه خانم کنیون. پس من دلیلی نمیبینم بخوانی. تو چی؟ و آن را برد گذاشت سر جاش. در طول هفته‌های بعد هرچه بیشتر می‌گذشت تلویزیون گزارش‌ها و فیلم‌های کمتری از داکا نشان می‌داد. گزارش‌ها معمولاً بعد اولین یا دومین سری پیام‌های بازرگانی وسط اخبار پخش می‌شد. برای انحراف افکار عمومی مطبوعات و رسانه‌ها محدود شده بودند، تغییر موضع داده بودند و خبرها را سانسور می‌کردند. غالباً اول یک گزارش تکراری از اوضاع عمومی داکا پخش می‌شد، بعد هم میزان تلفات درگیری‌ها. همین. شاعرها، نویسنده‌ها یکی پس از دیگری اعدام می‌شدند. دهکده‌ها پشت سر هم در آتش می‌سوختند. با وجود این مادر و پدر و آقای پیرزاده شبها مثل همیشه شام مفصلشان را سر حوصله می‌خوردند. بعد هم که تلویزیون را خاموش می‌کردند و ظرف‌ها شسته و خشک می‌شد، می‌نشستند به گپ زدن. چای و بیسکویت می‌خوردند و برای هم ماجرا تعریف می‌کردند. وقتی از بحث‌های سیاسی خسته می‌شدند، درباره موضوعات روزمره حرف می‌زدند. پیشرفت کتاب آقای پیرزاده راجع به درختان برگریز نیو انگلند، احتمال استخدام رسمی پدر در هیئت علمی دانشگاه، عادت‌های عجیب غذا خوردن همکاران مادرم توی بانک و از این جور حرف‌ها. مرا میفرستادن بالا پی درس و مشقم، اما من صداشان را میشنیدم که چای پشت چای میخوردن،
آهنگ‌های کیشور کمار گوش می‌دادند و تا موقع اخبار ساعت 11 روی اصلی اسکرابل بازی می‌کردند یا درباره املای کلمه‌های انگلیسی حرف می‌زدند و می‌خندیدند. بچه رو ریختم به هم. دلم می‌خواست بروم پیششان. از همه بیشتر دلم می‌خواست یک جوری آقای پیرزاده را دلداری بدهم، اما جز شکلات خوردن و دعا کردن برای سلامتی خانواده‌اش کار دیگری از دستم بر نمی‌آمد. دوروبر نصف شب بود که آقای پیرزاده برمیگشت خوابگاهش. برای همین هیچ وقت بیرون رفتنش را از خانه ما ندیده بودم. اما هر شب در آخرین لحظه های قبل از خواب صداشان را میشنیدم که با هم از تولد ملتی در آن طرف دنیا حرف میزدند. یکی از روزهای اکتبر آقای پیرزاده وقتی آمد تو پرسید این میوه های نارنجی بزرگ روی پله جلوی خانه ها چی باشد؟ یک جور کدو؟ مادر جواب داد بله کدو حلوایی است. راستی لیلیا یادم بینداز یک دانه از سوپرمارکت بخریم. مردم اینها رو میگذارن دم در خانه ها که چی؟ خندم گرفت. گفتم اینجوری فانوس کدویی درست میکنی تا مردم رو بترسانی و فراری بدهی. آقای پیرزاده هم خندید و گفت که اینطور چه کار مفیدی. روز بعد مادرم یک کدو حلوایی خپل 5 کیلویی خرید و آورد گذاشت روی میز غذاخوری. قبل از شام وقتی پدر و آقای پیرزاده پای اخبار محلی بودن مادر از من خواست روی کدو رو با ماژیک نقاشی کنم، اما من دلم میخواست مثل بقیه همسایه ها کدو رو بکنم. آقای پیرزاده هم حرفم رو تایید کرد و همانطور که از روی کاناپه بلند میشد گفت آره بیا بکنیمش. از خیر اخبار امشب بگذریم و بدون که چیزی بپرسد رفت توی آشپزخانه سر وقت کشوها و با یک چاقوی بلند دندانه‌دار برگشت. نگاهی به من انداخت. اجازه هست؟ سر تکان دادم. برای اولین بار همگی دور میز غذاخوری جمع شدیم. من، مادر، پدر و آقای پیرزاده. تلویزیون برای خودش برنامه پخش میکرد. روی میز روزنامه پهن کردیم. آقای پیرزاده کتش را انداخت روی صندلی کناری. دکمه های عقیق سردستش را باز کرد. دکمه های عقیق سردستش را باز کرد و آستین های آهار زدهش را بالا زد. اول از بالا یک دایره ببرید اینجوری و با انگشت اشاره نشانش دادم. آقای پیرزاده چاقو را در کدو فرو کرد و یک دور کامل زد. بعد دم کدو را گرفت و بلند کرد. قسمت بالایی خیلی راحت جدا شد. یک لحظه خم شد، نگاهی به محتویات توی کدو انداخت و بو کشید. مادر یک قاشق بلند فلزی داد دستش که توی کدو رو خالی کند. پدر تخم‌ها را جدا کرد و گذاشت روی یک ورق مومی تا وقتی خشک شد آنها را تفت بدهد. روی سطح شیار کدو 2 مثلث کشیدم به جای چشم، 2 هلال ابرو، مثلث دیگری هم به جای دماغ. آقای پیرزاده فوری دست به کار شد و آنها را درآورد. حالا فقط دهن مانده بود که شکلش مهم بود. مکسی کردم. پرسیدم خندان یا اخمو؟ خودت بگو. بی‌طرفانه خط صافی کشیدم که نه ناراحت بود نه خوشحال. آقای پیرزاده شروع کرد به درآوردنش. جوری تند و با اطمینان کار میکرد انگار تمام عمرش فانوس کدویی درست میکرده. تقریبا کارش تمام شده بود که اخبار سراسری شروع شد. خبرگزاری از داکا گزارش میداد. همه چرخیدیم سمت تلویزیون و گوش تیز کردیم. یک مقام رسمی اعلام کرده بود در صورتی که یک اقدام جدی بین المللی برای کمک به آوارگان پاکستان شرقی صورت نگیرد، هند ناچار خواهد شد علیه پاکستان اعلان جنگ کند. چهره گزارشگر خیس عرق بود. کت و شلوار نداشت و دستش را سایبان صورت آفتاب سوخته‌اش کرده بود. فوری رو به دوربین فریاد میکشید که انگار خودش هم عازم جنگ بود. چاقو توی دست آقای پیرزاده یهو سر خورد و برش عمیقی تا نزدیک ته کدو زد. آقای پیرزاده تندی دستش را برد طرف صورتش، انگار کسی بهش سیلی زده باشد. وای ببخشید، خیلی بد شد. یکی دیگر میخریم، یک بار دیگر با هم درست میکنیم باشد؟ پدر گفت آقا چیزی نیست، اشکالی ندارد و چاقو رو از دست آقای پیرزاده گرفت، شکاف را برید و دورش را صاف کرد. سوراخ بزرگ بی‌قواره‌ای به جای دهن شده بود. قیافه یک فانوس کدویی بیشتر شبیه کسی شده بود که به شدت یکه خورده، با نگاه خیره و در عین حال آرام. ابروها بی حالت به نظر می رسید و چشمها زل زده و خالی از احساس در حیرتی سرد و یخزده فرو رفته بود. کاملا مناسبتی.
هالووین واقعا چه میخوایم بکنیم ما؟ شب هالووین من و دورا جادوگر شدیم. شنل‌های سیاهی که در واقع روبالشی‌های رنگ کرده خانه بود به تن کردیم. کلاه‌های بوقی با لبه‌های پهن مقوایی به سر گذاشتیم و با یک تکه سایه چشم که مال مادر دورا بود صورتمان را سبز کردیم. مادر 2 گونی خالی برنج باسماتی داد دستمان که شکلات‌ها و آب نبات‌های هدیه را بندازیم توشان. آن سالها پدر مادرهامون مجاب شده بودن که دیگر آنقدر بزرگ شده ایم که بتوانیم بدون مراقبت توی محله هدیه جمع کنیم. قرار بود از خانه خودمان تا خانه دورا اینا برویم، بعد من از آنجا به مادرم زنگ بزنم، بعد هم مادر دورا با ماشینش برگرداندم خانه. پدر 2 چراغ قوه داد دست ما و به من گفت ساعتم را دست کنم و با ساعت خودش میزان کنم. قرار شده بود تا قبل ساعت 9 برگردم. عصر آن روز آقای پیرزاده برایم یک بسته آب نبات نعنایی آورد. در کیسه را باز کردم و گفتم این تو و جمله همیشگی شب‌های هالووین رو تکرار کردم. آقای پیرزاده همونطور که بسته آب نبات رو میانداخت توی کیسه گفت میدانم که امشب چشمت به هدیه من نیست. خیره شد به صورت سبزم و کلاهم که با بند زیر چانه بسته بودم. آهسته لبه شنلم را کنار زد. زیرش یک بلوز و ژاکت پشمی پوشیده بودم. اینها خوب گرمت میکنن؟ سر تکان دادم. کلاهم کج شد. آقای پیرزاده کلاهم رو صاف کرد و گفت انگار بهتر از زیاد تکان نخوری. سبدهای آب نبات جشن هالووین را پای پله ها ردیف چیده بودیم. برای همین آقای پیرزاده کفشایش رو گذاشت توی کمد و شروع کرد به باز کردن دکمه‌های پالتوش. مثل همیشه منتظر شدم پالتو رو از دستش بگیرم، ولی دورا از توی دستشویی صدام زد و از من خواست بروم روی چانه‌اش خال بگذارم. حاضر که شدیم مادر جلوی شومینه از ما عکس گرفت. در خانه را باز کردم. آقای پیرزاده و پدر توی حال ایستاده بودن. هوا تاریک شده بود و بوی علف خیس می آمد. فانوس کدویی ما جلوی درخچه دم در می درخشید. از دور صدای دویدن چند تا جوان آمد و داد و فریادهای پسرهای نوجوانی که ماسکهای پلاستیکی زده بودند و خشخش لباسهای کاغذی بچه‌های کوچکتر. بعضی بچه‌ها انقدر کوچک بودن که توی بغل پدر مادرشان این در آن در می‌رفتند. پدر با لحن جدی گفت در خانه‌هایی که نمی‌شناسید نروید. مادر گفت نه، اصلاً همه بچه‌ها هستن، رسم است. آقای پیرزاده گفت میخواهید همراهشان بروم؟ با آن پاهای بدون کفش که از هم باز گذاشته بود یک موجود کوچک و خسته‌ای به نظرم آمد. در چشمهایش ترس موج میزد. با وجود سرمای هوا زیر روبالشی عرق کرده بودم. مادر گفت جدی میگویم آقای پیرزاده، لیلیا با دوستش صحیح و سالم میرسد، خیالتان راحت. ولی اگه یهو باران بگیرد یا راه را گم کنند چی؟ من گفتم نگران نباشید. اولین بار بود که این جمله را با آقای پیرزاده میگفتم. هفته ها بود. بچه جان الهی قربونت برم. هفته ها بود زور میزدم همین 2 کلمه ساده را به او بگویم ولی نمیتوانستم. آخ عزیزم. باید بگردم یه داستانی پیدا کنم که سوزناک نباشه که شما دیگه اشکای من نبینین. کنم دیگه همه تو خسته شدین از گریه های من. فقط در دعاهایم زمزمه کرده بودم. حالا از اینکه آن را در مورد خودم گفته بودم خجالت میکشیدم. آقای پیرزاده یکی از انگشت‌های گوشتالوش را گذاشت روی لپم و فشار داد. لکه سبز کمرنگی روی انگشتش ماند. عاقبت قبول کرد و با یک تعظیم مختصر گفت هرچی خانم‌ها بفرمایند. از خانه بیرون آمدیم. با کفش‌های مشکی نوک‌تیزمان که از کهنه فروشی خریده بودیم کمی لنگ می‌زدیم. به آخر خیابان که رسیدیم برگشتیم به علامت خداحافظی دست تکان دادیم. آقای پیرزاده با آن هیکل کوتاهش بین پدر و مادرم توی قاب در ایستاده بود. او هم برایمان دست تکان داد. دورا پرسید آن آقای چرا میخواست دنبال ما بیاید؟ گفتم آخه دخترهاش گم شدند. ولی فوری از حرفم پشیمان شدم. پیش خودم گفتم نکند همین گفتن من آن را به واقعیت تبدیل کند و او دیگر آنها را نبیند. دورا پی حرف را گرفت. میخوایی بگویی آنها را از توی پارک یا همچین جایی دزدیدند؟ نه، منظورم این بود که عین کسی که دخترهایش رو گم کرده باشد دلش واسهشان تنگ شده. آنها توی کشور دیگر زندگی میکنن. خیلی وقت از دخترهایش رو ندیده. همین.
از این در به آن در می رفتیم، از پیاده‌روها رد می شدیم و زنگ خانه ها را می زدیم. بعضی ها همه چراغ‌ها را خاموش کرده بودند که فضا را ترسناکتر کنند. بعضی ها پشت پنجره ها خفاش پلاستیکی آویزان کرده بودند. جلوی خانه مکینتایر تابوتی بود که وقتی نزدیکش شدیم آقای مکینتایر یهو از داخلش بلند شد و ترساندمان. صورتش رو با گچ سفید کرده بود. توی کیسه هامان یک مشت ذرت شیرین ریخت. بعضیا گفتن تا حالا جادوگر هندی ندیدن. بعضیا بدون هیچ حرفی هدیهشان را میدادند. در راه زیر نور موازی چراغ قوه‌هایمان تخم مرغ‌هایی را دیدیم که وسط خیابان له شده بودند. بدنه چند تا ماشین را خمیر ریش مالیده بودند و به شاخه‌های درختان با کاغذ توالت ریسه کشیده بودند. رسیدیم خانه دورا. دستهامان از سنگینی کیسه ها تاول زده بود و پادرد گرفته بودیم. خیلی دست و دلبازانه آب نبات و شکلات میدن آمریکایی‌ها تو هالووین. خوشم میاد از این کارشون. و حتما حتی اگه بچه هم نداشته باشن میرن یه عالمه شکلات میخرن. خیلی هم شکلات‌های خوب میخرن و میذارن که بچه‌ها دست خالی از در خونه‌شون نرن. انگار یه جور ننگ و آره که بچه بیاد در خونت و دست خالی برگرده. قشنگه نه؟ مادر دورا برایمان آب سیب و ذرت بوداده آورد و برای تاول‌ها بهمون باند داد. بعد یادم اومد زنگ بزنم خانه. مادر گوشی را برداشت. صدای تلویزیون را از آن طرف خط زیر صدای مادرم میشنیدم. حس کردم شنیدن صدام زیاد خوشحالش نکرده. گوشی را که گذاشتم دیدم تلویزیون خانه دورا خاموش است. پدرش روی کاناپه دراز کشیده بود و مجله میخواند. یک لیوان مشروب روی میز کنار کاناپه بود و از استریو صدای ساکسیفون میآمد. من و دورا هدیه ها را مرتب کردیم، شمردیم، به بعضیاشان ناخنک زدیم و آنقدر با هم عوض بدل کردیم تا هر دو راضی شدیم. مادرش مرا برگردان خانه. از او تشکر کردم و پیاده شدم. منتظر شد تا برسم دم در. یهو زیر نور چراغ ماشینش دیدم فانوس کدویی خانه‌مان له شده و تکه های پوست کلفتش توی باغچه پخش و پلاس. داشت گریه هم میگرفت. ته گلوم میسوخت. انگار پر از سنگریزه هایی شده بود که با هر قدم زیر پای دردناکم با سر و صدا خرد میشد. در را باز کردم. منتظر بودم هر سه‌شان توی خانه به استقبالم بیاید و بابت کدو حلوایی له شده با هم تأسف بخوریم، ولی هیچ کس نیامد. آقای پیرزاده و پدر و مادرم روی کاناپه اتاق نشیمن نشسته بودند. تلویزیون خاموش بود و آقای پیرزاده سرش را گرفته بود بین دستهاش. چیزی که آنها آن شب و شب‌های بعدی از تلویزیون شنیده بودند این بود که هند و پاکستان روز به روز به جنگ نزدیکتر می‌شدند. نیروهای دو کشور لب مرز به حال آماده باش درآمده بودند. داکا به چیزی غیر از استقلال رضایت نمی‌داد و جنگ در خاک پاکستان شرقی در شرف وقوع بود. ایالات متحده از پاکستان غربی حمایت می‌کرد، شوروی از هند و آنچه به زودی بنگلادش نام می‌گرفت. روز 4 دسامبر جنگ رسما شروع شد و 12 روز بعد نیروهای پاکستان چون با منبع تدارکاتشان 3000 مایل فاصله داشتند و تضعیف شده بودند خود را تسلیم داکا کردند. حالاست که تمام این واقعیت ها را میدانم، چون دیگر به هر کتابخانه‌ای که بروم و لای هر کتاب تاریخی را که باز کنم در دسترسم هستند، ولی آن روزها بیشتر این اتفاقات مثل رازی گنگ و دوردست بودند و خیلی اتفاقی و جست گریخته به گوشم میخوردند. چیزی که از آن 12 روز جنگ به خاطر دارم این است که پدرم دیگر از من نمیخواست همراهشان اخبار تماشا کنم. آقای پیرزاده دیگر برایم شکلات و آب نبات نمی آورد و مادرم شام چیزی جز تخم مرغ و برنج نمی پخت. یادم می آمد بعضی شبها به مادر کمک می کردم ملافه و پتوی برای آقای پیرزاده ببریم تا شب را همانجا روی کاناپه بخوابد. هنوز صدای فریادهای پدر مادر را که نصف شبی تلفنی با فک و فامیلمان در کلکته صحبت می کردن و از اوضاع آنجا می پرسیدن توی گوشم است. واضح ترین تصویری که از آن روزها در ذهنم مانده این است که در آن مدت هر سه آنها جوری رفتار می کردن که انگار یک نفرند. یک غذا میخورن، یک تن واحد دارن و یک سکوت واحد و ترس و تنهایی واحد. ماه ژانویه آقای پیرزاده با هواپیما به داکا برگشت تا ببیند چه چیزی از خانه 3 طبقه و زار و زندگیش مانده. آن چند هفته آخر زیاد ندیدیمش. او داشت کتابش رو تمام میکرد. ما هم کریسمس رو با دوستان پدر مادر رفته بودیم فیلادلفیا. از آخرین دیدار آقای پیرزاده چیزی یادم نیست، درست همان جوری که از اولین دیدارش.
یک روز بعد از ظهر که من در مدرسه بودم پدر رسانده بودش فرودگاه. مدت زیادی گذشت و خبری از اون نشد. شبها مثل سابق میگذشت، مثل هر شب شام رو جلوی تلویزیون میخوردیم، با این تفاوت که آقای پیرزاده و ساعت اضافهش دیگر کنار ما نبود. گزارش ها نشان میداد حکومت پارلمانی جدیدی روی کار آمده و داکا به تدریج بازسازی می شود. رهبر جدید داکا شیخ مجیب رحمان که تازه از زندان آزاد شده بود برای بازسازی بیش از 1,000,000 خانه ویران شده در جنگ از کشورهای دیگر درخواست کمک کرده بود. شنیدیم آواره‌های زیادی که از هند برگشته بودند با بیکاری و گرسنگی و خطر قحطی مواجهند. من هر از گاهی نگاهی به نقشه بالای میز پدر میانداختم و آقای پیرزاده را مجسم میکردم که با یک دست از آن لباسهای تر و تمیزش در آن قطعه زرد کوچک کنار هند عرق ریزان دنبال خانوادهش میگردد. هرچند که مدتی بود آن نقشه هم دیگر اعتبار نداشت. سرانجام چند ماه بعد نامه کوتاهی از آقای پیرزاده همراه یک کارت تبریک به مناسبت آغاز سال اسلامی جدید به دستمان رسید. توی نامه نوشته شده بود در کنار همسر و فرزندانش زندگی می کند و حال همه آنها خوب است. در اتفاقات سال گذشته آنها رفته بودند به ملک پدرزنش در کوهستان شیلونگ. نوشته بود دخترهاشان زیاد عوض نشدند، فقط یک هوا قد کشیدند و او هنوز اسمشان را با هم قاطی می کند. در آخرم نوشته بود حالا دیگه شما میدونین دیگه از سر کتابای قبلی که خوندیم میدونین که چقدر مناسبات انسانی منو میتونه به گریه بندازه. در آخرم نوشته بود حالا دیگر معنای متشکرم رو میداند و با این حال میداند که این کلمه جبران مهمان نوازی های ما رو نمی کند. آن شب مادرم از خوشحالی جشن گرفت و سروسات مفصلی برپا کرد. سر میز عسلی نشستیم و به سلامتی آقای پیرزاده و خانواده‌اش آب خوردیم. اما من آن شب دل و دماغ نداشتم. ماها بود آقای پیرزاده را ندیده بودم و فقط آن شب بود که جای خالیش را به شدت حس کردم. وقتی لیوان آبم را به سلامتیش بلند می کردم، معنای دلتنگ شدن برای کسی را که کیلومترها و ساعتها از آدم دور است فهمیدم. درست مثل دلتنگی آن چند ماه آقای پیرزاده برای زن و بچهش. هیچ دلیلی نبود که او دوباره برگردد و پدر و مادرم به درستی پیش بینی می‌کردند که دیگر هیچ وقت او را نمی‌بینیم. از ژانویه به بعد به یاد خانواده آقای پیرزاده هر شب قبل از خواب کمی از آب نبات‌های شب هالووین را خورده بودم. آن شب دیگر لازم نبود. بقیه را انداختم دور. بچه‌ها، عجیبه که با همه این دردها ما باز هم خونه رو ترجیح میدیم. امیدوارم یه روزی بیاد من بدون گریه برای شما داستان بخونم و امیدوارم یه بار یه داستان قشنگ شاد براتون بخونم. ولی یه جورایی شدم این روزا که احساس میکنم داستانهای شاد انگار داستانهای ما نیست و اگر ما شادی هم داریم اون شادی داشتن همه و شادی مثلا جشن گرفتن آیین هامون، غذاهامون، دور همی هامون که در این غم بازم کنار هم جمع میشیم و سعی میکنیم ساعتهایی بخندیم و از اون چی که داره اون بیرون میگذره جدا بشیم. انگار شادی ما گره خورده به همچین چیزهایی. حتی اگه یه چیزی فقط شاد صرف باشه دیگه به نظرم پوچ و بی‌معنی میاد. شاید یه روزی بیاد که انقدر تلخ نباشه. دوستتون دارم. مرسی که صبورین، مرسی که مثل همیشه همراهین، مرسی که همچنان کامنت میذارین، کامنت های بلند طولانی میذارین. مشتاقانه میخونمشون، بعضیاشون رو چند بار میخونم، ذوقتون رو میکنم. مراقب خودتون باشین. هفته بعد فکر کنم یه ویدیو قشنگ داشته باشم. نمیگم سورپرایزه، ولی هفته دیگه سعی میکنم اون ویدیو قشنگ رو براتون آپلود کنم. راجب 3 تا زن قوی، راجب 3 تا زن قوی که
زندگی رو بلدن و به زندگی سوارن و پیروزن. دوستتون دارم.